خانه سید انورشاه اشونزاده 25 ساله ساعت‌های 6 صبح 14 اپریل شاهد کشمکش و جمع شدن همدیگران بود. همسر سید انورشاه میگوید آنها در خواب بودند که صدای کوبیدن در را شنید. از خواب بیدار شد و 2 نفر را در پشت در دید. این 2 نفر خود را کارمندی برق معرفی کرده اند و شوهرش را پرسان شده اند. همسر سید انورشاه ناگهان مشاهده میکند که 2 نفر کوششی به منزل در آمدن را دارند. ایوس درآمد این همینجای گفته آواز یامو شوهرم برآمد که درنگ گودک من میترسونه و من همینجا من اون بچه که گفت سید بینکم امیدن درده مرا قپید دکست او درنگ درآمد را چند طوری دیوانه پول قاوجیدن من یکون چیزی سری را یکون کشنی نداشتم. پس از شنویدن فریاد همسر سید انورشاه همدیگران جمع شده اند. آنها میگویند که شاهدی حادثه شدند که آن را هیچگاه تصور نمیکردند. 4 نفر سید انورشاه را از بالای این دیوار به کوچه برآورده اند. همسایگان میگویند که 2 نفر از درون و 2 نفر از بیرون این کار را انجام داده به ماشینی بیرقم او را بار کرده بردند. بچه هم در سر دیوار برآمد سنی بچه ما که جان ما بخر بود که ما دیگه نمیتونم ترچ کار کرده شلوبکش در اونجا غلطید نیم سرش ایدرمت پچکش ایسن کشیدن غلطوندنش گرفتن بعد این تبرورده کشیده در ماشین 4 نفر ای پچو که دستش قبل نتای سرش نمیشه جقی در ماشین تقیده. سید انورشاه اشونزاده ساکن دهه چهارباغی شهر کلاب است. یتیم کل بوده در تربیه عمکش بزرگ شده است. همسرش بعد رفتن شوهرش به پدرش تلفن کرده از قضیه آگاه کرده است. خسور از پشت ماشین دامادش رفته آگاه شده است او را کارمندان میلیسا سرباز شکار کرده اند. خانه دختر ما با سر دیوار رنگی علی بابا 40 روزان ورد دومد در اومده شتکش کرده مایل بچه های زنش با دعوای خانواده همسر سید انورشاه در نزد کمیسریت حربی کلاب است. خانواده او در قضیه ابلوی سید انورشاه امید خالقزاده معاون سردار شعبه وزارت کارهای داخلی کلاب را گناهکار می‌دانند. این هم ماشین سید ابرار عبدالحیف است که به قول او نفرانی سرباز شکار کننده زده کارنشین کرده اند. تایم خورشید سر خط تلفن کردن برآمدم که یک گذراندم بردن سر کم عقبشون گفتم من کنم خیلی بفهم ماشین بینام کجا برده کی برده بعد تجربه ماشین ما گفتم میگذارم ماشین ما را میخوام مجبور جخیدن ما ماشین ما در دیوار خانه زدیم. بگاهی 14 اپریل سید انورشاه اشونزاده را به کمیسریت حربی ولایت انتقال می‌دهند. در راه ماشین سید انورشاه اشونزاده به صدمه دچار شده 5 نفر جراحت می‌بردارند. حالا سید انورشاه با چند اعضای شکسته در بیمارستان ولایتی باختر بستری است. خانواده‌اش ادعا دارد که به در کدام نهاد سر زدن عرض آنها را گوش نکردند. ما تلاش کردیم با امید خالقزاده معاون سردار شعبه وزارت کارهای داخلی کلاب صحبت کنیم تا قضیه را شهر دهد، اما به زنگ‌های ما پاسخ نداد. اما نوارهای تازه‌ای که دسترس رادیو آزادی شد از ابلوی امید خالقزاده شهادت می‌دهد. با وجود شکایت‌های زیاد مقامات در کلاب وجود ابلو را رد می‌کند. نفری که ابلو شد حالا بستری شده است. خانواده‌اش میگوید که تا کنون برای طبابتش یگان مقامدار به نزدش نآمده است. محمود جان رحمتزاده، آزادی، کلاب.